فرمولی صاحب سنگ تعداب یک باب مرکز آموزش های تکنیکی و مسلکی روز چهارشنبه در کابل گذاشته شد. اسدالله محقق جهانی معین و سرپرست وزارت معارف در نشست به همین مناسبت گفت که افغانستان در مقایسه به هر بخش دیگر به بهبود و تقویت وضعیت معارف نیاز دارد. از کشور دوست خودمان این تقاضا و تمنا را داریم که در آینده نیز دولت ما را خصوصا وزارت معارف در عرصه‌های مختلف اهم از تکنیکی و مسلکی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلم، تعلیمات عمومی و سوادآموزی و همکاری و همیاریشان کما فی السابق بلکه بیش از پیش ما یاری برسانند. با اساس معلومات مقامات معارف افغانستان، امارات متحده عربی برای ساخت این مرکز آموزش های تکنیکی و مسلکی 5 میلیون دلار کمک نموده است. مسئولین گفتند که این مرکز آموزش های تکنیکی شامل صنوف درسی، لابراتوارها، ورکشاپ های کادرهای علمی، میدان ورزشی و غیره می باشد که ظرفیت 2000 شاگرد را دارا خواهد بود. در عین حال جمعه محمد عبدالله الکحبی نماینده بنیاد امارات متحده عربی در پیوند به این مرکز آموزشی گفت که با کمک هایشان در راستای توسعه مراکز علمی ادامه خواهد داد. وی میگوید ما تاکید می نماییم این که کشور امارات متحده عربی همکاری های خویش را در زمینه های مختلف انکشافی در جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد داد. گفتنی است که زمین این مرکز آموزش های تکنیکی و مسلکی از سوی وزارت معارف تهیه شده و این وزارت تعهد کرده که سایر سهولت ها را در این مرکز فراهم خواهد ساخت. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.